غزوه بدر غزوه سرنوشت ساز جهان بشریت است. تا هنوز وارد مدینه نشده که دختر رسول خدا از دنیا می رود. رسول خدا می رود ولی عثمان چشمانش پر از اشک است، در کنار همسر خود در مدینه می ماند. الله جل مجده نکاح تو را با دختر دیگر من با آسمان ها بسته کرده. الله صلی الله علیه و سلم محروم شود، می آید در مدینه الرسول. غزوه بدر اتفاق می افتد. غزوه بدر غزوه سرنوشت ساز جهان بشریت است. غزوه بدر غزوه هست که مسلمین اندک بودند 313 نفر. نه شمشیر زیاده داشتن، نه اسب زیاده داشتن، فقیر بودند مسلمان ها. حضرت عثمان آمادگی میگیرد که در غزوه بدر اشتراک بکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان را فرا میخواند، با عثمان میگوید ای عثمان چی تصمیم داری؟ عرض میکند یا رسول الله من میخواهم امروز در رکاب شما بجنگم، امروز در رکاب شما مبارزه بکنم. ولی در خانه عثمان همسرش رقیه دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار شدید مریض است، بسیار مریض سخت است. با عثمان میگوید ای عثمان چی میخواهی؟ میگوید من میخواهم در اولین غزوه که مسلمین بر علیه کفار و در برابر کفار صف کشیدن، این غزوه را از دست ندهم و این جهاد را از دست ندهم. من میرزمم، میجنگم. رسول خدا به عثمان میگوید ای عثمان تو در خانه بمان که پرستار همسرت باشی. نزد همسرت کسی نیست، نزد دختر من کسی نیست. حضرت عثمان میگوید یا رسول الله چگونه من در خانه بمانم در حالی که اصحابت همش میروند به بدر در رکاب تو میجنگن؟ من در خانه بمانم؟ رسول خدا میفرماید صلی الله علیه و سلم ای عثمان نگران نباش، الله همون اجر را که برای مجاهدین در راه خدا نصیب میگرداند برای تو هم نصیب میگرداند. رسول خدا میرود ولی عثمان چشمانش پر از اشک است، در کنار همسر خود در مدینه میماند. فدای تو شوم یا رسول الله. پیامبر درد دخترش، مریضی دخترش، حالت کمای دخترش رسول خدا را من نمی کند از جهاد در راه خدا. وقتی حرکت می کند در غزوه بدر، بعد از اینکه جنگ به پایان می رسد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزدیکای مدینه می آید تا هنوز وارد مدینه نشده که دختر رسول خدا از دنیا می رود. رقیه از دنیا می رود. بعد از این که می آید رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان را صدا می زند. عثمان می آید عرض می کند ای عثمان این سهم غنایمی که از بدر گرفتیم برای تو هم یک سهم درست کردیم، چون اجر تو، پاداش تو به پیشگاه پروردگار محفوظ است و این غنایمی که هم سهم تو میرسد برای تو آماده است. ولی رسول خدا میبیند که اندوه عثمان دور نشده، همسر خود را از دست داده. اون همسرم چی کسی است؟ دختر محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با عثمان میگوید ای عثمان همین که من نزدیک مدینه شدم امین وحی آمد، جبریل امین آمد و از محضر پروردگارم پیام آورد. عرض میکند یا رسول الله چه پیام؟ رسول معظم اسلام به عثمان نگاه میکند ای عثمان الله جل مجده نکاح تو را با دختر دیگر من با آسمان ها بسته کرده. چند تا مردان هستن و زنان هستن که نکاحشان به زمین بسته نشده، الله بسته کرده است. یک از اونها عثمان است. ای عثمان نکاح تو را الله جل مجده در آسمان ها بسته کرده. دختر دیگر من فدای تو، دختر دیگر من به همسری تو در می آید. مدت نمی گذرد که دختر دوم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم از دنیا می رود. همسر دوم عثمان. به خدا قسم حافظ ابن عساکر می فرماید که رسول خدا فرمود
اگر 40 دانه دختر می داشتم یکی پی هم می مردن با حضرت عثمان داده می رفتم. غزوه بدر غزوه سرنوشت ساز جهان بشریت است. تا هنوز وارد مدینه نشده که دختر رسول خدا از دنیا می رود. رسول خدا می رود ولی عثمان چشمانش پر از اشک است، در کنار همسر خود در مدینه می ماند. الله جل مجده نکاح تو را با دختر دیگر من با آسمان ها بسته کرده.